وقتی مجبور میشه 650 میلیون تومان به آشغالای ایران خودرو پول بدی، آخرش میشه این. فقط درز بین درب و گلگی رو ببینید، اینجا کاملا مشخصه و فاصله، ببینید این قسمت بین دو تا در بالا پایینه، این قسمت بالا پایینه، ماشین 0 کیلومتر. ببینید سینی زیر موتور رو این کاملا پلاستیکیه، مثلا این فلز انداختنی مگه چقدر کار داره. و یه مشکل دیگه ای داره، این که ببینید این ورودی بنزین اینم کاملا پلاستیکیه، فقط کافیه که این به زمین برخورد کنه. از این قسمت ببینید ماشین 0 کیلومتر، درزها رو ببینید چقدر با هم دیگه اختلاف داره و داخل کابین هم ببینید ببینید چقدر فاصله داره، کاملا درزش بازه، در صورتی که اینور درزها کاملا کیپه و این طرف دوباره چسبیده به ستون جلو، در صورتی که اینور فاصله داره. واقعا تأسف داره. 650 میلیون تومان پول ماشینم 0 کیلومتر.